آخوند امام حسن مجتبی رضی الله عنه را تکفیر می کند. بعد حضرت میفرماید که من که با ایشون صلح کردم مثل صلح پیامبر بود با بنی زمره، بنی اشجع و اهل مکه به هنگام بازگشت از حدیبیه. اولئک کفار بالتنزیل، اونا کافر بودند به نص قرآن. و معاویه و اصحابه کفار بالتأویل، معاویه لا اله الا الله میگه، این به تأویل قرآن کافره نه به تنزیل. پس بنابراین اگر صلح با کافر جایز نیست، پیامبر با کفار صلح کرده. یکی از ویژگی‌های مشترک آخوندهای رافضی قدرت درک پایین است، به حدی که در تشخیص ساده ترین فرمول‌های مقایسه فکر می‌کنند هر گردی گردوست. به عنوان نمونه این آخوند که از مریدان آیت الله بنز نیز هست، در مقایسه صلح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مشرکین مکه در حدیبیه با صلح امام حسن و معاویه رضی الله عنهما دچار مشکل شده است. اگر بگوید معاویه مسلمان بوده و امام حسن با او به عنوان امیر مؤمنان بیعت کرده است، که دیگر مجبور می شود به معاویه احترام بگذارد، زیرا امام حسن اختیار امت اسلامی را به او سپرده است و این امر یعنی احترام به معاویه برای شیعه قابل قبول نیست. و اگر بگوید معاویه کافر بوده، پس باید جواب بدهد که چرا امام حسن با کافری برای امارت بر مسلمین بیعت کرده، اختیار مسلمین را به او سپرده و او را امیر مؤمنین قرار داده است. از این رو در به در به دنبال دلیلی می گردد که به یک فرمان روای مسلمان اجازه دهد تا با کافری برای فرمان روایی بر مسلمین بیعت کند و اختیار کل امت اسلامی را به او بسپارد و هیچ ملامتی هم بر آن فرمان روای مسلمان باقی نماند که چرا تمام سرزمین های اسلامی را دو دستی تقدیم یک کافر کرده است. و قسمت جالب ماجرا این است که این آخوند متحیر برای بیان دلیل مورد نیاز خود به ماجرای صلح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و کفار مکه استناد می کند که در آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با مشرکین مکه پیمان صلح نوشت. در این پیمان دو طرف متعهد شدند که به مدت 10 سال با هم نجنگند و به مال و جان یکدیگر تعرض نکنند. پس از این صلح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه برگشتند. یک وجب از قلمرو مسلمانان به کفار داده نشد. ذره‌ای از شوکت مسلمین کم نگشت، بلکه بر آوازه آنان افزوده شد و نه تنها کفار هیچ تسلطی بر مسلمین نداشتند که حتی اجازه جنگیدن با مسلمین به آنان داده نشد. نتیجه استدلال این آخوند این گونه است که چون پیامبر با کفار مکه صلح نمود که با هم نجنگند و فرمان روایی مسلمانان را به آنها نداد و مدینه و دیگر قلمرو مسلمانان همچنان در اختیارش باقی مانده بود، پس امام حسن هم اجازه داشت که تمام سرزمین‌های اسلامی را به معاویه بدهد و او را امیر مؤمنان تعیین کند و اختیار تمام مسلمین را به او بسپارد و برود در خانه خود بنشیند و هیچ کاری به مسلمانان نداشته باشد و فقط تماشا کند که معاویه با امت اسلامی چه می کند. بینندگان عزیز، حال خودتان قاضی، آیا این دو مورد به هم ارتباطی دارند؟ پس بپذیرید که آخوندها فکر می کنند هر گردی گردوست. این آخوند قصد دارد با این استدلال پوچ خود ثابت کند که معاویه رضی الله عنه کافر بوده است، اما نمی داند که با این کار امام حسن رضی الله عنه را نیز تکفیر می کند، زیرا ایشان زمام تمام امور مسلمین را به معاویه رضی الله عنه سپرد و با ایشان به عنوان امیرالمؤمنین بیعت نمود و این بیعت پرمیمنت آنها سبب گسترش جهاد و نشر بیشتر شریعت غرای محمدی
در عالم اسلام و در اقصا نقاط جهان گردید. چه بیعت و چه خلافت بابرکتی! و این همان حقیقتی است که این آخوند متحیر در آخر به آن معترف است. اینجا تعبیر خیلی ظریفه که هازا منی و انا منه، یعنی اگر نبود صلح امام حسن، شریعت غرای پیامبر ادامه پیدا نمی‌کرد، حتی به کربلا نمی‌رسید. راست گفتند که دروغگو حافظه ندارد.